بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم، همچنین ادب و احترام خدمت همه شما سروران، خوبان و عزیزان. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال و رحمت و الطاف بیکرانش هر روز بیشتر از دیروز قرین راهتان باد. همچنان با شما عزیزان در یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل در کنار جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز حاضر شدیم تا از دل مشغله ها بگیم و از آنچه که این چند برنامه داریم پشت سر هم پیگیری میکنیم در موضوع انتخاب همسر مناسب. پیشاپیش از طرف شما بینندگان عزیز و ارجمند و بینندگی از شما من جناب دکتر رو خوش آمد میگم و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتشون. خوش آمدید جناب دکتر. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و خدمت دردسندکان شبکه و خدمت تک تک شما بینندگان عزیز و از اینکه باز هم ما رو در سفره دلتون پذیرا هستید کمال سپاس رو دارم. امید هست که انشالله بتونیم در کنار هم برخی از گره هایی که در جامعه هست رو بگشاییم. من خوشحالم که در طی 2 هفته گذشته که ما در مورد ویژگی های یک همسر مناسب سخن می گفتیم، الحمدلله فال خیر رفت و دیشب هم ما برای یکی از عزیزان خواستگاری کردیم بر همین منوال و امید است که امروز که در مورد یک شوهر مناسب هم حرف میزنیم برای بعضی از دخترای عزیز هم شوهرای مناسبی مثل به قامت و زیبایی استاد سلیمانی عزیز هم پیدا کنیم و انشالله در کنار هم باشیم و بتونیم برخی از فرهنگ های غلط جامعه رو یه مروری کنیم و یه صقلی بدیم و یک فرهنگ نوینی رو برای جامعه خودمون بسازیم که گره های اجتماعی جامعه رو بگشاید. در خدمت شما هستم. خدمت از ما جناب دکتر. در برنامه‌های گذشته همجوری که جناب دکتر اشاره فرمودن به همراه شما عزیزان در موضوع انتخاب همسر مناسب مبحثی رو آغاز کردیم و در ابتدای راه بحث ازدواج و مسیر طولانی که پیش رو خواهیم داشت در این باب و تمام آن چیزی که در ذهن شما عزیزان خطور خواهد کرد و تمام سوالها و دغدغه‌هایی رو که دارید ان شاءالله بررسی خواهیم نمود مرحله به مرحله. طبیعتاً اولین مرحله انتخاب هست و انتخاب همسر مناسب درباره بخش مهمترش که از دید آقا پسرها زیاد مهم بود در 2 برنامه گذشته با تفصیل بیشتری صحبت کردیم در موضوع بحث صفات مناسب و ویژگی‌های مناسب، ویژگی‌های یک همسر مناسب از دید آقایون، ویژگی‌های یک دختر مناسب، خانم مناسب که چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه و آقا پسری که میخواد ازدواج بکنه چه مواردی رو مد نظر داشته باشه. و قول داده بودیم که در این برنامه ان شاء الله بیاری الله متعال با شما عزیزان درباره بعد دیگر قضیه صحبت بکنیم و اون هم از دید خواهران نگاه بکنیم به این موضوع که یک مرد مناسب چه ویژگی‌هایی داشته باشه و چه صفاتی داشته باشه. و حالا در این مجال حداقل دیگه ما مردها حرف بیشتر برای گفتن داریم دیگه، چون خودمون مردیم و مردها رو بیشتر میشناسیم و پیشنهاد به هر حال مباحث رو مطرح خواهیم کرد. نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هم حتما به دست ما برسه مطرح میشه و مطرح شده در برنامه‌های گذشته هم و در این برنامه از ابتدا و آغاز سخن رو میسپاریم به جناب دکتر برای اون خواهرانی که منتظر کلام جناب دکتر هستند تا ببینن که به هر حال نظر اونها، نظر خواهران با نظر جناب دکتر چقدر فرق میکنه در انتخاب. یقینا همه خواهرانی که بیننده ما هستند و ازدواج نکردن یا همه مادرانی که بیننده ما هستند و به هر حال دختر دم بخت دارن، این نکات براشون مهم هست که آقا پسری که خواستگاری میاد و یا شاید آقا پسری که خواستگاری میشه، این حالا این بودش شاید کمی عجیب باشه برای بعضی از عزیزان، چه ویژگی هایی داشته باشه و چه صفاتی داشته باشه. به نظر شما چه ویژگی هایی باید داشته باشه، چه صفاتی داشته باشه؟ حالا غیر از خوشتیپی و پولداری، اینو که همه میگن دیگه، پولدار باشه و خوشتیپ باشه دیگه، این دوتا
که مد شده الان. غیر از این موارد مهم دیگری هم هست. اولویت ها با چی هست و تنوع به هر حال برداشت ها و دیدگاه ها رو بررسی خواهیم کرد و اول سخن رو میسپاریم به همیشه به جناب دکتر تا آغاز سخن رو به همراه جناب دکتر داشته باشیم. جناب دکتر در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. حقیقتش برنامه گذشته مهم بود برای خانم‌ها تا بفهمند که یا برای آقایون تا بدونن که چه نوع خانم‌هایی را انتخاب کنند و برای خانم‌ها که بدونند که آقایون با چه عینکی به واقعیت زندگی نگاه میکنند. برنامه امروزمون که انشالله سعی میکنیم که یه جلسه تمومش کنیم، برای آقا پسرها مهم هست تا بدونند که خانم‌ها از چه دیدی به اونها نگاه میکنند و چه نوع شوهری رو بیشتر میپسندند. و همچنین برای خانم‌ها مهم هست و برای دختر خانم‌ها تا بدونند که چه مردی بیشترین به اصطلاح ویژگی‌ها رو داره، بیشترین فرصت رو داره که بتونه یک به اصطلاح همسر خوب باشه. در مورد دختر خانم‌ها قضیه یه مقداری پرپیچ و تاب‌تر هست، چون که تصمیم گیری برای دختر از آقا پسرها یه مقدار مشکل‌تر هست و یه مقداری هزینه‌اش هم بیشتر هست. یه پسر به هر حال فضای انتخابش بیشتر هست، میتونه مثلا از یه شاخه به شاخه دیگه بپره. دیدش اصلا همونطور که قبلا هم اشاره شد غیر از دید یک دختر خانم هست. جانب به اصطلاح غرایزی در آقا پسرها قوی تر هست و این بیشتر پررنگتره تو چشمشون، تو دیدشون. در دختر خانم ها نه، برعکس، دختر خانم عقلانی تر فکر میکنه، به اصطلاح مد نظرش بیشتر یک ساخت یک زندگی هست و خدای نکرده هر گونه شکست براش باهای سنگینی رو داره، چون که آقا پسر میتونه بره یه جای دیگه باز دنبال ازدواج دیگه باشه و فلان. دختر خانم هم که منتظره که به اصطلاح کسی بیاد، حالا اسمش از دختر اومد شد به بیوه زن. الان به اصطلاح اون میلی که جامعه به طور عموم بهش داشت الان کمتر شد، درصدش پایین تر اومد. همه اینها یک مسائلی است که دختر خانم‌ها باید مد نظر داشته باشن در انتخابشون. واسه همینه که برخی از دخترها رو من اینجا اشاره کنم که دید دختر خانم‌ها باید از زندگی به صورت مکمل دید آقا پسرها باشه. بعضی وقتا هست که دختر خانم‌ها این رو از یادشون میره. یعنی چی مکمل دید اونا؟ یعنی اینی که یک آقا پسری وقتی میاد دنبال ازدواج، خانم میخواد، یه همسر میخواد، یک نمیدونم پزشک نمیخواد، یک مهندس نمیخواد. خوشش میاد که به اصطلاح نامزدش مدرک خوب داشته باشه، درصد به اصطلاح سوادش بالا باشه، نمیدونم این حرفا، اما زیاد خوشش نمیاد که عمرش بالا باشه مثلا. خب این اولین سوالی که آقا پسرها میپرسن که چند سالشه. درست. خب بعد از اون مدرک میاد تو چی. دختر خانم‌ها بعضی وقتا یادشون میره این مرزبندی یا این خطر به اصطلاح گذر زمان. اینه که میگه که من میخوام که دکترامو بگیرم و وقتی هم که به اصطلاح خواستگار میاد یادش میره که به اصطلاح وظیفهش در فضای زندگی چی هست. میگه که من منتظرم که یک دکتری بیاد. یادش میاد که دکتر مال بیمار هست، مال ازدواج نیست. خب دکتر وقتی میخوایی یعنی اینی که به هر حال شما شوهر میخوایی یا مدرک میخوایی، شوهر میخوایی یا مهندس مکانیکی میخوای. مهندس مکانیکی رو کسی میخواد که ماشینش پنچر شده، حالا دیگه میل خودت. این مدیر شرکت میخواد، این کارخونه. اینه که به هر حال ما در قضیه به اصطلاح زندگی باید یکم واقع بین باشیم. خب بعدش هم یک مواردی هست که دختر خانم‌ها یادشون میاد که همیشه همشون چششون به حضرت عثمان هست که پولدار باشه مثل عثمان و حیا و عفتش مثل حضرت عثمان، نمیدونم شجاعت و دلیری و اخلاق و همش حضرت عثمان. اما وقتی از خودش میپرسیم تو رقیه یا ام کلثوم، میبینیم که نه، نمیدونم
گلبر خانم است. خب اینجاست که دیگه خودمون رو نگاه کنیم، وراندازی بکنیم، عیب و ایرادای خودمون رو ببینیم، شکل و قیافه خودمون رو هم ببینیم، چاقی لاغری خودمون رو هم ببینیم، چون اون طرف که میاد یا دنبال چاقه یا دنبال برای آقا پسرها قضیه محلول هست، یکی نشد دیگری، چاقی نشد لاغری. اما برای به اصطلاح دختر خانم ها قضیه یه مقداری نه، پیچیدگی خاص خودشون رو داره. واسه اینه که میگیم که دختر خانم ها باید خودشون تصمیم بگیرن آیا واقعا یک فرد مذکری رو میخوان در زندگیشون که این دنبال این سوژه هست، دخترایی که مؤنث مزاج هستن، به این معنا که دیگه در محیط فاسد یا به اصطلاح در پاورقی زندگی دارن میچرخن، اونایی که فکر میکنن که به اصطلاح زیبایی یعنی لخت و عریان بودن تو خیابونا، قیافه زدن، این انعکاس اون فیلم ها و تصاویر مبتذلی رو که دارن، اون رو دارن در غک بازی میکنن، این رو بروز میدن. خب این جوی که بزرگ شدن این چیزا رو نمیشه گفت که اون جوی که بزرگ شدن، اون جوی که برای خودشون انتخاب کردن، چون که در همون جو در هر فضای خوب هست، بد هست. در خانه فرعون آسیه هست. ورز مذهب. بعد خدمت شما عرض شود که اینجاست که اون اگر تو دنبال یک مذکر هستی، خب مذکر بودن این که مسئله بیولوژی هست که به اصطلاح گربه هم مذکر هست و 6 ماهی 12 تا بچه هم میده، بالغ هم هست، هیچ مشکلی نیست. اما اینجاست که ما باید یک زاویه دیگه رو مد نظر داشته باشیم. وقتی میگیم که من بالغ هستم، یعنی من این رشد به این مرحله از رشد و آگاهی رسیدم که میدونم هدفم از این زندگی چی هست، من دنبال چی هستم. عموما دختر خانم‌ها این در مد نظرشون هست که دنبال زندگی هستن، دنبال استقرار هستن، دنبال خوشبختی هستن، برعکس آقا پسرها که این یه مقداری این تنشش بیشتر هست، دنبال یک نوع خوشگذرانی هستند. یک نوع دخترها چون که خطر رو احساس میکنن که با یک لحظه خوشگذرانی میشه عمر پشیمانی رو در پی داره. اینه که دخترها باید بیشتر ریسک به اصطلاح در این ریسک بسیار محتاط باشن انتخاب همسر. اولا هر سوژه مناسبی که اومد این رو رد نکنن به طمع اینی که بهترش میاد. چرا؟ چون که هر به اصطلاح پنارتی که میخوره به این خونه، خب طرف به اصطلاح مقابلی مقداری حواسشو جمع میکنه که بابا فلانی رفت خونهشون ردش کردن، ما که مثل اون نیستیم. عموما افراد خودشون رو در قیاس با دیگران کمتر میدونن و این هم یک اشتباه هست این برداشت، چون همیشه صدای طبل از دور خوشه. ما خوبیای دیگران رو میبینیم، بدیای خودمون رو با خوبیای خودمون داریم، بدیای دیگران رو نمیبینیم، فکر میکنیم که دیگران همیشه از ما بهترن، بچهای دیگران همیشه از بچهای ما مؤدبترن، به اصطلاح خانواده‌های دیگران همیشه از خانواده‌های ما بهترن. به خاطر اینکه ما همه چیز خودمون رو میدونیم، سبک سنگین کردیم، اما دیگران رو یک انعکاس خوبی ازشون داریم، پشت پرده زندگیشون رو خبر نداریم. دقیقاً این باعث میشه که به اصطلاح وقتی که فلان رفت به خونه فلانی خواستگاری ردش کردن، یک تیف معینی از جوونا دیگه اون خونه رو جلوش ضربه در میذارن که ما اینجا دیگه جای ما نیست. خب این خب درصد به اصطلاح خواستگارا رو پایین میاره. درسته. نحوه رد کردن، چه بهانه‌ای گرفتن، دختر ما میخواد تحصیلاتشو تموم کنه، حالا دختر نمیخواد تحصیلاتشو تموم کنه، میخواد بهانه بیاره که این طرف رو نمیخواد. خب این طرف رو نمیخواد، بهترم این بود که توش صراحت داشته باشن. والله شما خانواده خوبی هستید فلان، اما ما استخاره کردیم، مشوره کردیم، زیاد نام فرزندتون سر زبانا خوب نبود، ما آبرو حیثیت داریم دیگه، نمیتونیم تو این مسئله پایین بیایم. خب این یه نوع رد کردن است. اما یه نوع رد کردن هم این است که دخترم تازه دیپلمشو گرفته، میخواد که درسشو تموم کنه. درسشو تموم کنه یعنی اینی که تا 4 سال دیگه کسی حق نداره بیاد خواستگاری.
در این خونه رو بزنه. یعنی 4 سال یک نسل از اینجا رد میشه و کسی هم در این خونه رو نمیزنه، چون میدونن اینا تحصیل میخوان بکنن، در حالی که این اصلا مد نظرشون نبود. شیوه رد کردن خیلی مهم است که به اصطلاح چطور به اصطلاح با حکمت، با درایت طرف رو به اصطلاح ما دنبال سوژه مناسب تری هستیم، ما امیدهای بیشتری داریم، کسی رو که میخوایم به اصطلاح شایستگی های خاصی دیگری داره. همیشه سعی کنیم که به اصطلاح جوانب مثبت خانواده ها به خصوص جوانب مثبت دخترها رو بیشتر بروز بدن، چون که جامعه ما جامعه ای است که به اصطلاح آقا پسر طالب هست و دختر مطلوب هست. یه موردی هم هست که این به اصطلاح وقتی ما بعد دخترمون رو، حالا ما مثلا از قصد نیست، به هر حال دختر حرف میشنوی نداشت، مادر عصبانی هست، فلان هست، جلوی خاله ها، جلوی خیشان، جلوی همسایه ها بدی دخترش رو میگه. اون بدی در واقع اون رأی مادر نیست، بینش مادر نیست، مادر دخترش رو دوست داره، اما اون روز عصبانی است. چون عصبانی بود همه خوبی های دختر رو فراموش کرد، بدیاشو سر زبان آورد. خب این بدیها بعد روز بعد دختر کار خوبی کرد، دل مادر رو به دست آورد، مادر و دختر شدن شیر و شکر، با هم خوب شدن. اما تو اذهان این افرادی که این حرف رو شنیدن این قضیه حل نشد، این موند و بزرگتر هم شد، یک کلاغ 40 کلاغ شد. اینا فردایی که من میخواستم برم خواستگاری، اولین مواردی که من میپرسم همسایه ها هستن، خیشان هستن. رفتم پرسیدم، گفتم والله این دختره مادرش در موردش اینطوری میگه. خب از اولش من پامو میکشم کنار، میبینم که این اگه مادرش بسیار دخترش رو بزرگ کرده و بعد رأیش اینه، پس این دیگه دختر مناسب برای من نخواهد بود. اینه که این موارد رو باید مد نظر داشته باشن دختر خانما. یه مورد دیگه هم هست که به اصطلاح دخترها نباید خودشون رو قیاس کنن. ببینید در این خانواده چند تا دختر میتونه باشه، احیانا ازدواج اول خیلی ازدواج موفقی میشه. جوونی اومد خواستگاری کرد، بعد از اون به اصطلاح جوونه کار خوبی پیدا کرد، تاجری بود، نمیدونم استادی بود، فلان بود، تو زندگیش موفق شد. دخترای بعدی میخوان که به اصطلاح دامادی که میاد، به اصطلاح خواستگاری که میاد، از روز اول مثل حداقل همشانه اون داماد اول باشه، هم سنگ اون باشه، ولی قبولش نمیکنن. چطور مثلا شوهر من از شوهر خواهرم کمتر باشه؟ این موارد متاسفانه در خیلی از خانواده ها هست. خانواده این رو من سراغ دارم که 5 تا دختر داره، دختر اولش موفق بود، ازدواجش موفق بود، 4 تا دخترش هنوز موندن، همشون تحصیلات عالی دارن. چون خواهر دکترا گرفته، اینا هم میخوان باید دکترا بگیرن، چون که شوهر خواهرش موفق. اما یادشون رفت روزی که شوهر خواهره اومد برای خواستگاری، اون دکترا نداشت. اون روز خواهر هم لیسانس میخون، اما چون بسیار داماد اول یک آدم فرهنگی بود، در میدان آموزش بود، به همسرش هم فضا داد که ادامه تحصیل بده. حالا هر دوتاشون دکترا دارن، هر دوتاشون به اصطلاح در محیط آموزشی کار میکنن، وضعشون خوبه، اقتصادی خوبن، فرهنگی خوبن، خانواده خوبه. الان خواهرها که کوچیکن الان ثمره رو میبینن، اون تلاش های چندین ساله رو از یادشون رفت، اونا رو توجه نکردن. امروز زندگی اونا رو دارن، امروز رو میبینن و میخوان تا دکترا نگرفتن شوهر نکنن، و تا هم شوهری که میخوان اول با دامادشون میسنجن که پولش مثل اونه، سوادش مثل اونه، زیباییش، شکل و هیکلش مثل اونه، قبولش میکنیم، نیست نمیکنیم. حالا موندن. خب الان تصور کنید دختر خانومی که اومده و 35 سالش هست، دکترا هم گرفته، الان کیه که بیاد خواستگاری این؟ یعنی ما حداقل از بعد به اصطلاح عمری هم که نگاه کنیم، باید کسی که میاد خواستگاری حدود 40 سالی عمر داشته باشه. درست. حالا کدوم جوونه که تا 40 سالگی مونده؟ اگر جوونی هست که تا 40 سالگی مونده، این رو باید به یک روانشناس نشون داد که این حداقل مشکل روانی داره. یعنی حتی اگر در یک سیستم بسیار خوبی
این جوون پرورش کرده باشه، نمیدونم تحصیلات آموزشیش عالی باشه، آقا در یک جامعه و در یک دانشگاه اسلامی به تمام معنا این آموزش داشته و اومده به 40 سال رسیده، این نباید یک جوون نرمال باشه، مگر اینی که یک حالتهای استثنایی که آقا این جوون نمیدونم معذوریت‌های خاص خودش رو داره، عذرهای خاص خودش رو داشته که این نادر هست. اما به طور عموم یعنی جوون تا عمرش به اصطلاح از 25 میزنه به بالا، هر یه سالی که میگذره کاهش پیدا میکنه، یک ضربه میخوره به مخش، به تصرفاتش، به حتی سلوک و رفتارش. یه جوون 30 ساله‌ای که وقتی که ازدواج نکرده رو شما میبینید، از تصرفات شما مستقیم میتونید تشخیص بدید که این جوون مجرده، همون جوون به اصطلاح با تقوا و بیستش. خب این چیز به اصطلاح حالا برخی از خانواده‌ها یا جوونا تعجب میکنن این حرفو میشنون، اما کسایی که به اصطلاح عمری ازشون گذشته با یک دید جوون از سر تا پا میخونن که این آقا مجرده یا متأهله. خب این مسائل رو باید دختر خانم‌ها خیلی خوب مد نظر داشته باشند که اگر عثمان میخوان باید رقیه و ام کلثوم باشند و موارد دیگه‌ای که در یک جامعه‌ای که ما به اصطلاح زندگی میکنیم. الان این دختر خانم چی رو میخواد انتخاب کنه؟ این دختر خانم پدر آینده بچه‌هاش رو انتخاب میکنه، درسته، همراه زندگیش رو در مسیر سفر. الان 20 سال عمرشه مثلا یا کمتر، این دختر خانم میخواد که 50 سال دیگه از زندگیش که انشالله مونده رو با این فرد سپری کنه. این فرد مسیر راه اون به سوی بهشت باشه، در آخرت هم با همین فرد همسر دنیا و آخرت میشه، همسر دنیا و آخرت رو انتخاب میکنه. هیچ هزاران سال با هم زندگی میکنن، بحث چند 30-40 سال این دنیا هم نیست. اصلا کلا خودش، شخصیتش و حتی اسمش از خانوادهش گرفته میشه. تا دیروز بهش میگفتن خانم فلانی، الان اسمش ربط پیدا میکنه به همسرش، میگن این خانم حاج آقا سلیمانی هست. خب تا دیروز به اصطلاح به پدرش، به فامیلش، به اون نسبت داده میشه، الان به شوهرش نسبت داده میشه. حتی در برخی از کشورها زیباست، در برخی از کشورها مثل پاکستان شناسنامه دخترها، شناسنامه خانم‌ها بعد از ازدواجشون بهشون اختیار دارن که به اصطلاح می‌نویسند نام فلانی، بعد 2 تا گزینش داره که اختیار خودش هست که هر کدوم رو انتخاب کنه، نام پدر یا نام همسر. خب بیشترن غالبا نام همسر رو انتخاب میکنن تا در قضایای به اصطلاح اداری براشون آسون‌تر باشه که به اصطلاح خلاص این دیگه مشخصه که همسر فلانی هست، قضیه به اصطلاح شناسنامه بچه‌ها و فلان از این حرفا. در خیلی از کشورها این هست، اصلا تو کشورهایی هم که نیست عرف جامعه اینطوری هست. درست. که بعد از اون این خانم نسبت داده میشه به شوهرش. پس این کسی که من انتخابش میکنم، کسی که خودم رو از خانه پدری و مادری میکنم و در کنار اون قرار میدم، این رو باید با یک دقتی، با یک به اصطلاح احتیاط کردن، با یک دقت و احتیاط این رو انتخاب کنم. و البته این هم نباید به حالت وسواسی باشه که خدای نکرده یک گزینه خوبی رو از دست بدن. حالا جناب دکتر، با همه این تفاصیلی که شما فرمودید، الان یک دختر خانمی وقتی که میخواد به هر حال انتخاب بکنه، این انتخاب آیا باید منتظر بمونه تا کسی بیاد در خونه رو بزنه یا نه خودش هم حق انتخاب داره؟ یعنی میتونه بعضی وقتا مثلا گزینه مناسبی رو شاید یک جایی، حالا در محیطایی که مثلا بازتر هست، مثل محیط کار، مثل محیط دانشگاه، و حالا چه تحت تو فامیل یک جایی مثلا دختر خانم یک کسی رو میبینه، یک گزینه مناسبی رو میبینه و میپسنده این گزینه رو، آیا این اجازه رو داره که خودش با پیش بگذاره یا نه حتما باید منتظر باشه کسی بیاد خواستگاریش؟ ببینید، اولا در خود به اصطلاح ریتمی که ما توش خواستگاری میکنیم که این خودش همون انعکاس فرهنگ اسلامی ماست. آقا پسر میره انتخاب، میره دختر رو انتخاب میکنه، میره 10 تا خونه 20 تا خونه دختر مناسبی، دنبال دختر مناسبی هست، خانواده ها دنبال هستن. اما اینا پیدا کردن، حرف نهایی دستی کیه؟ حرف آخر رو کی میزنه؟ دختر خانم.
اینا اومدن 20 تا رو انتخاب کردن، اومدن گفتن که دختر خانم شما همون دختر ایدئالی هستید که ما دنبال پسرمون بودیم. دختر یه چپ نگاه کرد گفت که بله من همون ایدئال هستم، اما پسرتون اون پسر ایدئالی نیست که من دنبالشم. ردش کرد. یعنی اینی که حرف اول و آخر دختر میزنه. اما اینی که باز فرهنگ ما اجازه نمیده و این یه فرهنگ درست هست که دختر نره خودش رو کوچیک نکنه جلوی پسر. چرا؟ چون که اصلا اصولا هر آقایی هر پسری این ظرفیت رو نداره. خب یه دختری بیاد بهش به اصطلاح بگه که من شما رو سوژه مناسبی برای ازدواج با خودم میبینم، این چی میشه؟ این دو پسر خیلی وقتا این پسر اشتباه میفهمه. این فکر میکنه که خب این کسی هست مونده است، کسی نیومده خواستگاریش، شاید مشکل خاصی داره، چرا اومد من رو انتخاب کرد. دیگه اینجا فضایی هست که شیطان میتونه خیلی وسوسه کنه. خب الان با این دختر خانم میگه که سوژه مناسبی رو پیدا کرده و میدونه که این بهترین سوژه‌ای هست که من میتونم در کنارش خوشبخت بشم و نکنه که باز از دست بره. خب اینجاست چی کار باید بکنه؟ همون کاری که ام المؤمنین خدیجه کبرا رضی الله عنها کردن وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو پیدا کردن. خب خیلیا بودن در مکه که آرزو داشتن که پیامبر به اصطلاح شوهرشون بشه، بره خواستگاریشون. خیلی از دخترها بودن، خیلی از خانواده‌های خیشا بودن، فلان بودن، خیلی از خانواده‌ها بودن که آرزو این کردن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در خونه اونا رو بزنه، که اون زمان بسیار جوانی بود، هنوزم پیامبر نبود، محمد امین بود، عزیز قریش بود، هیچ کسی باش دعوا و مرافعی نداشت، قضیه اسلام مطرح نشده بود اصلا. این بنده خدا ابو لهب که اصلا دیگه عاشق پیامبر بود. در هر صورت این شجاعت ام المؤمنین و ذکاوت و زرنگیش رو میرسونه. میدونست که این پیامبری کسی نیست که بمونه، کسی هست که امروز فردا شکار میشه. درست. حالا من این فرصت منتظر باشم، خب چرا بیاد پیش من؟ خب من اصلا اصولا آخرین کسی شاید باشه که پیامبر در فکرش باشه، محمد امین در فکر ازدواج با اون باشه. خانومی که ازش 15 سال بزرگتره، از این حرف به هر حال حرف هستیم. اینجاست که خودش میاد، اما بیاد بگه که جوون تو پیش من کار میکنی و من شما رو یک جوون مناسبی دیدم فلان و بیا از من خواستگاری کن. شکل جالبی نداره، زیبا نیست. خب و انتظار حالا این جوون چه جواب بده این هم یه حرفه. اینجاست که یک ترفند بسیار زیرکانه رو اجرا میکنه. یک خانومی قابل اعتماد که حرفش این ور اون ور نمیره اومد و طرف قبول نکرد. خب باید یک کسی رو انتخاب کنیم که واقعا کس باشه، حرف تو دهنش باشه و در هر جامعه در هر خانواده‌ای از این افراد زیاد هست. چون که اصلا فرهنگ ما یه فرهنگی است که روایتی ما داریم، حالا صحتش چی باشه نمیدونم، این روایت میگه که آقا کسی که در به اصطلاح مسیر ازدواج شخصی میره یا حرفی میزنه، هر گامی که در این مسیر برمیداره مساوی است با عبادت 1 سال با قیام اللیل با روزش. یعنی ما اصلا در بافت فرهنگیمون این مسئله برامون خیلی شیرین هست، خوشمون میاد که حل یک مشکل جوونی رو برطرف کنیم. هر جای جوونی رو میبینیم 4 تا بزرگتر میبینیم که چرا ازدواج نکرده، دنبالش هستیم. 4 تا خانم میشینند، یک دختری که به اصطلاح بالغ شده میپرسن چی شد، کسی اومد نیومد، چرا فلانی پسر داره ها فلانی. این دردیه که همه احساسش میکنن، چون میبینن که به اصطلاح پیامدهاش آتیشی که میاد همه رو میسوزونه. خب اینجاست که میری یک شخص مناسبی رو پیدا میکنید، به صورت غیر مستقیم به گوش طرف میرسونید که فلانی دختر خیلی مناسبی هست ها،
ظاهرا شما اخلاقتون هم با هم میخوره، من احساس کردم که شما پایبندید، اخلاقت، رفتارت عینه سبحان الله شما مثل که واسه هم خلق شدید. خب اینجاست که جوون میگه که خب والله من نمیدونم، باید از خانواده‌ام مشوره بکنم، اصلا طرف قبول میکنه فلان. میگه تو با خانوادت مطرح کن، من سلام علیکم با خانواده اون خیلی خوبه، اونا رو بذار با من، تو از طرف خودت چراغ سبزی نشون بده، اونجاشو من انشاءالله که دیگه میشه، من امیدوارم که اینا به صورت تلاشمو میکنم و اینا تا حالا که حرف منو زمین نزنن، امید هست که اینجا هم زمین نزنن. خب به این صورت وقتی میاد اون سیستمی که ما داریم که آقا پسر طالب هست و دختر خانم مطلوب هست، این اجرا میشه، سنگینی خودش رو داره، هیبت خودش رو داره. بعدن وقتی میان خواستگاری، خب اینه که مثلا 5-6 نفر از خانواده میان میگن که مثلا فرزند ما رو به غلامی خودتون قبول کنید. این وقتی که ما اصلا کلا دید زندگی چطور باشه مهم هست. وقتی که من احساس کنم که وقتی دخترم رو به عقد کسی در میارم، یعنی اینی که دختر دادم، این سخته. خب منی که دخترم رو بزرگ کردم، زحمت کشیدم، این رو همینجور دادم. خب اما اگر همین دید رو عوضش کنم، بگم که نه، فلانی پسری رو 20 سال بزرگ کرد، من پسرش رو گرفتم، و اون خانواده هم بگن که فلانی والله دخترش رو زحمت کشید، دختری واسه ما بزرگ کرد، تربیت کرد، این دختر رو ما گرفتیم، من به پسرام یه پسر اضافه کردم، اون به دختراش یه دختر اضافه کرد. اینجا قضیه خیلی شیرین میشه، آسان‌تر میشه تحملش آسان‌تر میشه، برداشتش درست‌تر میشه. وقتی من میرم دنبال کسی به پسرش رو میخوام یا دخترش رو میخوام، دیدم اصلا کلا عوض میشه. مثل اینکه میرم یک دختری که به تربیت شده، زحمت، خب بزرگ کردن یه دختر یا یه پسر کار آسونی نیست، تربیت کردنش کار آسونی نیست. حالا طرف مقابل این زحمت رو کشیده، من دارم این به اصطلاح هدیه رو ازش به اصطلاح میخوام بگیرم و با یک عشق و علاقه خواهم پذیرفت. این کلا ریتم سخن هم عوض خواهد شد. اما اینی که خدا نکرده دخترها بیان خودشون رو کوچیک کنن. حالا تصور کنیم که این آقا پسر یا آقا پسر پخته‌ای هست، به این به اصطلاح ظرفیتش بالاست، دختر خانم اومد این حرف رو گفت. خب خانواده این آقا پسر چی؟ اطرافیان چی؟ فردا تو هر محیط خانواده در حال هوای وقتی ابری میشه. خب تا حرفی شد خواهراش میگن تو کی بودی بابا، تو خودت رو آوردی برای جان ما کردی، تو رو کسی نمیگرفت، اومدی خودتو انداختی رو به داداش ما. خب اصلا کل به اصطلاح ماجرا میشد که به یک صورت به اصطلاح زیبایی حل بشه. اینی که به اصطلاح دختر خانم‌ها متاسفانه یک موردی هست که باز اشتباه میکنن، اونی که زود گول میخورن. پسری میاد 4 تا شعر عاشقانه از جایی میدوزده، از شاعری شنیده، از کسی از کتابی تقلبی میکنه، تو گوگل میاد میندازه رو کاغذی تقلبی میخونه براش، اونم فکر میکنه که بله عاشق شد. اما این آقا پسر رو بذارید کنار، یه شاعر به من نشون بدید که قبل از ازدواج شیرین بود یا فرهاد بود و نمیدونم مجنون بود، بعد از ازدواج 2 کلمه شعر عاشقانه گفت. چشمه شعرشون خوشگیده همشون. تا ازدواج میکنن چشمه شعرش خوش میگین. خب پس این حرفا و این به اصطلاح این نشه که ما بیایم به اصطلاح یه تومه ای باشیم که گرگی ما رو بیاد شکار کنه، بعد از اون دیگه تا آخر عمرمون بنالیم. که متاسفانه از این نمونه دخترها خیلی داریم که زود خودشون رو باختن و گول خوردن و الان پشیمونن و وقتی که هم دیگه پشیمونی فایده‌ای نداره. الله متعال خانواده‌های ما و همه ما و بینندگان از این فتنه نجات بده. تشکر می‌کنم. اجازه بدید به همراه شما بینندگان عزیز میام برنامه می‌بینیم، برمیگردیم ان شاءالله همچنان در ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با بررسی جزئیات بیشتر موضوع صفات شوهر مناسب.
بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. همچنان با شما هستیم با موضوع انتخاب شوهر مناسب، صفات شوهر مناسب و مقدماتی رو جناب دکتر اشاره کردن قبل از میان برنامه. و حالا جناب دکتر از حاشیه ها و مقدمات هم که بگذاریم بریم سراغ اصل مطلب. یک آقا پسری رفت خواستگاری خانه‌ای و الان اهل خانه میخوان نظر بدن درباره این آقا پسر. اولین چیزی که باید مد نظرشون باشه در سنجش این خواستگار به عنوان یک داماد خوب و مناسب و خواهر به عنوان مثلا خانم به عنوان یک همسر مناسب، چه بودی باید مد نظرش باشه و روی چه دقت باید بکنه؟ همونطور که ما در انتخاب همسر میگفتیم، هرچه به اصطلاح این دو تا مهره به هم دیگه نزدیکتر باشن، هرچه به اصطلاح صفاتشون، ویژگی‌هاشون به هم نزدیکتر باشه، این ازدواج احتمال موفقیتش بیشتره. مهمترین نقطه‌ای که باید مد نظر همه خانواده ها باشه اون بینش و ایمان هست که دیدگاه دینش، بله، اعتقادش که آیا مسلمون هست اصلا یا نه. چون اگر مسلمون نبود، یعنی دو تا عنصر بسیار دور از هم، دو قطب متضاد، اینا به هیچ عنوان با هم کنار نمیان. یک کسی هست ایمان داره به خدا و یک کسی هست که اصلا خدا رو قبول نداره. کسی هست که مثلا خداش گاو هست، خداش نمیدونم قبر هست، امامزاده هست، خداش غوثی هست، کسی هست مثل اینجور مسائل. ببینید خداوند متعال اصلا برای این گونه افراد قانون کلی میذاره و به خانم ها میگه که ولا تنکحوا المشرکین، شما ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، شما حق ندارید که مشرکان رو به عقد خودتون در بیارید مگر اینی که اسلام قبول کنند، ایمان بیارند. همونطور که مردها گفت ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، اصلا نه حق هست که ما یک زن مشرک بگیریم نه یک شوهر مشرک. یک مسلمان با یک مشرک نمیتونه زندگی بکنه. این قانون الله تعالی، این قانون خداوند متعال هست، یک قانون فطری هست، چیزی هست که به اصطلاح امکان نداره. ببینید ایمان به خداوند یعنی بخشیدن خود به خداوند، یعنی تسلیم در مقابل خداوند، یعنی اینی که من همه مسیر زندگیم اون چیزیه که خداوند رسم کرده. این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. حالا برنامه زندگی من اون چیزیه که خداوند برای من مشخص کرده. طرف مقابل کی است؟ طرف مقابل اون کسی است که برنامه زندگیش رو مثلا یه گاو شیری میخواد مشخص کنه، یا هوا و هوسش میخواد مشخص کنه، یا نمیخواد آخرش ماه میخواد بره مشهد امام رضا ببینه که چه دستورالعمل‌هایی براش درست کرده، یا نمیدونم عبدالقادر گیلانی در فلان جا براش خط و نشان میکشه. حالا منی که برنامه زندگیم خداست و اون کسی که غیر خدا رو در مسیر زندگیش داشته، دیگه هیچ وقت این دو تا سر با هم جمع نمیشن. خب این قضیه اسلام و کفر، این یعنی قضیه شناخت خود. طرفی که خودش رو نشناخته، کسی که خودش رو اصلا قبول نداره به عنوان یک بنده خدا، خب این دیگه چطور میشه باش ساخت؟ پس قضیه اسلام یک قضیه هست که اصلا روش جای بحثی نیست، روش اصلا نباید باش کنار اومد. قضیه طرف مسلمون نیست به هیچ عنوان، حالا هر چه ویژگی های خاص خودش رو داره. ما در اینجا قصه مثلا ام سلیم رو همیشه یادمون میاد که به سلام ابو طلحه یک مرد با شهامت، با اخلاق، وضع اقتصادیش خوب، خب همه یه صفاتی که یک خانم مناسب، مثلا یه شوهر مناسب ایدال میخواد داشته باشه، در ابو طلحه هست. اومده خواستگاری ام سلیم. اولین موردی که ام سلیم میاد مطرح میکنه چی هست؟ ایمان. که ابو طلحه تو فردی نیستی که تو رو رد کرد، اما یک ویژگی که اصل قضیه هست، ایمان در شما نیست. شما هنوز مشرکید. و مشرک نجس هست. نجس هست در تصوراتش، نجس هست در فهم و بینشش از زندگی. خب من چطور با تو کنار بیام؟ اگر میخوای با من ازدواج کنی باید این قضیه رو حل کنی. ولی عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبک. ولو اعجبک یعنی چی؟ یعنی یک بنده، یه برده، غلام،
یه غلام سیاه چرده نوکری که از نظر به اصطلاح جایگاه اجتماعیش ما اصلا میگیم پایین هست، این به 100 تا مشرک ارزش داره. حالا اون مشرک اگر ما دیدیم که بهترین هم هست، هر چند ثروت و پول و مال و اخلاق، همه این مسائل اجتماعی اخلاقی نمیدونم همه 20، این به اصطلاح طرف غلام و برده، حتی این غلام برده مقداری بد اخلاق، خب این از اون ارزشش بیشتره، چون که این رو بد اخلاقیش رو میتونم بهش بگم که از خدا بترس. یک خط سرخایی داره، یک اهرم فشاری هست که میتونه اینو کنترلش کنه. دقیقاً یک مسائلی هست که میشه به اصطلاح اصلاحش کرد، یک گفتمانی هست که اینجا مطرح بشه، یک سری اصول پایبندی‌هایی هست که میشه از خلال اون این مشکل حل کرد. حالا اونجا چه اصولی هست، چه معیارهایی رو اونجا ارزش وجود نداره. ارزش هوا وقتی که هیچ خط سرخی برای خودش نمیتونه مشخص بکنه، چون ایمانه که ما رو وادار میکنه بر اون وسوسه‌های درونی، خواسته‌های درونیمون رو کنترل بکنیم به خاطر ایمانمون و الله تعالی. اما کسی که اینو نداره دیگه نمیشه هیچ ضمانتی روش کرد، حتی تو مسائل اخلاقی، حتی تو رابطه مثلا مرد با زن‌های بیگانه، زن با مردهای بیگانه، وقتی که ایمان نباشه چه حاشیه امنیتی میتونه کنترلش بکنه؟ یک حاشیه‌ای که مثلا میگه عرف جامعه از چشمای مردم میترسه. خب وقتی که چشمای مردم نبود، رقابت محدودی هست و اگر قانون بود، خب جایی که قانون تو رو نمیبینه، خب اما وقتی که خدا هست، خدا همه جا هست، رقابت کلی است. خب ابو طلحه وقتی که به اصطلاح میبینه که واقعا این حرف سلیم حرف درستی هست، بعد مسلمون میشه، میاد ازدواج میکنن. کی به ثمره این ازدواج میشه؟ انس بن مالک. خب یعنی یک صحابی طراز اول که مثلا ام سلیم رو تربیت میکنه در خانه پیامبر. حالا تصور کنید که یک کافر و یک مؤمن با هم ازدواج کردن، اون فرزند رو کی میخواد تربیت کنه؟ بر چه بینش ها و بر چه ارزش هایی میخواد اون تربیت بشه؟ این قضیه اسلام قضیه اولی است، محوری است. حالا اجازه بدید جناب دکتر من کمی صریح‌تر صحبت کنیم، چون ما تو جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم، تو فضای جامعه‌ای که به هر حال ما سه کشور به هر حال فارسی زبان دارن زندگی می‌کنن، افکاری داریم آمیخته به شرک و ان خصوص در ایران، و این افکار آمیخته به شرک الان ما جامعه اهل سنت و موحدین ما خب با یک دی از افکاری که آمیخته به شرک است اختلاط ایجاد میشه. الان آقا پسری از یک طرف میخواد با دختر خانم ازدواج بکنه، دختر خانم میخواد با آقا پسری ازدواج بکنه، در ظاهر هر دو اسم مسلمون رو دارن، ولی در عمل، در اعتقاد، در باور نگاه میکنیم که یکی از اینها واقعا در منهج کتاب و سنت رسول صلی الله علیه و سلم اون تعبیر شرک و مشرک برش اطلاق میشه، یعنی دیگه توجیه مسئله شوخی برداری نیست. اما آیا صرف این که همکلاسی منه، همکار منه، صرف این که من دوستش دارم، عاشقشم، دوست من، ما با هم دیگه کنار اومدیم، اینا حل شده است، حالا شیعه سنی باشه، نمیدونم حالا سنی که حالا اسمش سنی باشه، حالا اینا مهم نیست. این حرفایی که ما میشنویم، مهم اینه که ما تفاهم داریم، مهم اینه که هر دو تامون، حالا اون هر چی میخواد باشه، من هر چی میخوام باشم، مسائل موسی به دین خود، عیسی به دین خود، ما با هم دیگه کنار اومدیم، تجربه اینها آیا میتونه یک حاشیه امنیتی باشه برای این مسیر زندگی؟ آیا میشه این رو کسی یک توجیهی قرار بده برای ازدواج خودش؟ ببینین هرگز تجربات پیشینیان خودش بیانگر این مسئله است که نه آقا خیلی ها این ازدواج رو کردن، این گمان زنی ها بود. این گمان زنی ها در واقع ببینید ما در ازدواجایی که داریم 90% از اون ازدواجایی که ما فکر میکنیم که این ازدواجا بر مبنای اختیار ما صورت گرفته در واقع اجباری بودیم. به این معنا که منی که اومدم در به اصطلاح در تاثیر یک نوع انفعالات، خب یک نوع به اصطلاح فشار عاطفی که روی طرف هست، جوونه به هر حال میخواد که به اصطلاح قضیه ازدواجش حل بشه فلان، الان یک دختر مناسبی رو به زعم خودش انتخاب کرد. ببینید وقتی هم که میگیم که یک دختری انتخاب میکنی، اولین معیار میایم میگیم آقا خودش قبولش داری؟ بله قبولش دارن. بعد میایم میگیم مشوره باید بکنیم. یه دید ارزی داریم، یه دید طولی که جامعه رو ازش، اطرافیان رو، دوستانش رو، همسایانش فلان مشوره میکنی. چرا؟
چون که تو تنها مثلا یه دختر خانمی وقتی یه پسری رو انتخاب میکنه یا برعکس، در واقع یک دوتا شوهر و زن اینجا به وجود نمیاد. خب اینجا برای شمایی، برای به اصطلاح پدر مادرت که داماد میبری. الان یک سوژه جدیدی تو این خانواده پیدا شد، اسمش داماد هست. داماد برای شما نیست، برای پدر مادر هست، برای خواهر برادراست. برای هم دامادات یک باجناق میبری. اونا هم در انتخاب باجناقشون، پدر مادر و خواهر برادرها در انتخاب کسی که میخواد دامادشون بشه حق دارن، همونطوری که شما حق دارید در انتخاب اون کسی که میخواید شوهر شما بشه یا همسر شما بشه. این مسائل رو باید مد نظر داشت وقتی که ما مثلا یک کسی رو انتخاب میکنیم از یک فرهنگ دیگه، فرهنگ دینی، از یک دارای یک بینش دینی متضاد یا مخالف، یعنی کلا متضاد هست، شرک هست یا نه یه نوع پستی بلندی هایی تو این مسیر هست، اینها باید قبل از ازدواج کاملا روشن بشه. آقا من موحد هستم. موحد هم معناش اینه که من پیرو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این کتاب قرآن کریم رو قبول دارم، فرامین رسول الله صلی الله علیه و سلم رو قبول دارم، پیش من ارزش ها این است. قرآن و رسول الله ارزش ها رو مشخص میکنن. شما چی؟ والله من قرآن رو هم قبول دارم اما پیامبر رو به این شیوهی که شما دارید قبول ندارم. من در مقابل پیامبر 12 نفر دیگه رو قبول دارم. این 12 نفر برای من استمرار همون نبوت هستن. نبوت پیش تو با پیامبر تموم شد، پیش من تموم شده نیست. تازه این 12 نفر من هم حالا خوابیدن تو قبراشون بازم به داد من میرسن. خب پس شما یک بینش دیگه داری، شما یک راه حل های به اصطلاح سوژه های مختلف داری که میشینی قضایت رو با اونا حل میکنی. من اینجا موحد هستم، ما با هم امکان نداره کنار بیایم. درسته ما با طرف شاگه بگه جناب دکتر بگه طرف پای بند نیست، حالا فقط تو شناسنامه اسمشو نوشتن، این چیزا رو اعتقاد نداره، حالا آبا اجدادش یه چیزی گفتن، خودش زیاد اساسیتی نداره به این موضوع، تعصب نشون نمیده. اگه همچین حرفی بزنه چی؟ این حرف بیهوده است. ببینید در هر انسانی یک ملاک هایی وجود داره، حالا این اشتباه باشه یا درست باشه. این ملاک ها چی هست؟ درسته که اون از دینش خبر نداره، درسته؟ خب از دینش خبر نداره اما میدونه که من پیرو مثلا مذهب تشیع هستم. خب وقتی که تربیت فرزنده اومد چی میشه؟ اونجا شوهر میگه که حرف من باید باشه. خب حرف توی شوهر چی هست؟ میگه حرف شوهر من نمیدونم حرفم چیه، اما برم از آخوند محله بپرسم، از روزخونه بپرسم. چه چیزی این رو واداشت که بره پیش روزخونی که تو دیروز قبولش نداشت اصلا؟ در مسائل خودش، در مسائل به اصطلاح مادی خودش قبولش نداره، اما اینجا چون که میبینه که یک کسی دیگه میخواد فرزنداش رو مالک بشه، صاحب بشه، میخواد که در محیطی که احساس میکنه دایره شخصی منه و من در اونجا باید حکمرانی کنم، کسی یه خانومی میخواد که حکمرانی کنه. الان بعد از اون ازدواجی که گذشت، مدتی که گذشت، اون مفاهیم بچگانه‌ای که قبل از اون بود که زودتر ازدواج کنیم، ما با هم ساخت داریم، نمیدونم ما هم کلاسی بودیم، ما هم دیگر رو میشون، اصلا اصولا ازدواج هم کلاسی ها یک ازدواج نامناسبی هست، چون که هم عمر هستند، به اصطلاح دختر زودتر پخته میشه، آقا پسر رشد به اصطلاح از جوانی به هم نمیسازند. خب کلا از ابتدای کارش لنگ بود. خب این بنایی که از به اصطلاح ابتدا به اصطلاح کج رفت این دیوار تا ثریا هم بره کجه. هر موردی دیگه هست، این مسائل باید در قبل از ازدواج روشن باشه. نه اینی که بسیار در قضیه دین نباید به هیچ عنوان ریسک کرد. ریسک خیلی بدی هست. الان ما خیلی از سوژه ها رو داریم، آقایونی که گریه میکنن که خانم بچه‌ها رو دزدید و رفت، نمیدونم خانمایی که مینالند این همه زحمت کشیدم از 5 تا بچه یکی رو ندارم. برعکس یک عزیزی داریم که بسیار انسان شایسته ای هست، مثل همین مورد براش داد، الان 5 تا آقا پسرش خانم به اصطلاح شیعه‌ای گرفته بود، 5 تا پسرش ریختن، اینقدر کتک کاریش دادن تا مرگ، آخرش فرار کرده، الان تنهایی تو دبی زندگی میکنه. یک انسان بسیار وارسته و یک انسان بسیار دانشمند و حکیمی هست، اما در مسیر زندگی دچار یک لغزش شد، دچار یک اشتباه شد و الان داره اینا واقعیت‌های موجود دیگه جناب دکتر. راسته با این بحث این که
فلانی چه گروهی داره. ما وقتی تو بحث اخلاق میگیم حتی دو نفر با هم دیگه بدن راز اخلاقی کنار بیان، بحث اعتقاد که خیلی مهمتر از بحث اخلاق هم هست. حالا بحث تعصب مثلا اینجا مطرح نیست، واقعیت موجوده. حالا اینسته با این که هر کسی به باور اعتقاد خودش تعصب داره، مثلا یه واقعیتای موجوده که این دو تا فکر نمیتونن با هم دیگه کنار بیان. بیچون چه این فکرها باشه، چه حتی در یک به اصطلاح در یک بافت مذهبی واحد، در یک بافت مذهبی واحد احیانا یک خانواده ای هست که با یک عادات و رسوم میراثی اشتباه رشد کرده. خب یک نمیدونم قبری رو، یک پیری رو، یک نمیدونم غوثی واسه خودشون دارن، یک حلال مشکلاتی غیر خدا رو دارن. خب این بینش اشتباه در این خانواده میراثی مونده. منی که میخوام از این خانواده زن بگیرم یا از این خانواده پسر بگیرم، باید این رو قبل از ازدواج کلن حل بکنم. و من یک توصیه برای این خانم ها دارم، برای این خانواده ها دارم که این خانواده ها اگر میخوان که به اصطلاح این مسئله رو حل کنن، چون که خیلی وقتا در این مسائل هم دروغ گفته میشه که بله ما به اصطلاح این عادات و این تقالید رو نداریم، فلان نداریم. این رو باید اولا اینی که این اعلامش باید رسمی باشه، همه دنیا بفهمند که این آقا از این عقاید و این نمیدونم خرافات و این شرکیات دوری کرد. دوم اینی که این خانواده ها، توصیه من به اینها اینه که اینا مهریه ازدواج رو بذارن حج بیت الله، که اول بعد از ازدواجشون فوراً این دوتا باید برند حج. چرا میگم برند حج؟ چون که در حج کل مفاهیم شرکالودی که در جامعه ها وجود داره و رسوبات دوران گذشته است، همه اینها اونجا سوشته داده میشه و به اصطلاح توحید ناب اونجا به اصطلاح یک به هر حال یک آموزشگاهی است بر روی توحید. بعد از اون که برگشتن انشالله دیگه این مشکلات واسه شون پیش نمیاد. خب جناب دکتر، از موضوع اول اگر بگذاریم، موضوع اول بحث اسلام، چون میخوام زودتر قرار شد در این برنامه به یک نتیجه برسیم. بحث اسلام خب خط سرخ برای ما و حالا تو جزئیاتش هم که شما اشاره فرمودید. طرف علاوه دینی و اعتقادی باور، من حالا خانواده من نوعی به عنوان پدر یا برادر یا حتی خواهری که به هر حال انتخاب میکنه، آقا پسری رو که خواستگاری اومده، از این بابت اعتماد دارن، خوبه، الحمدلله، میگن هم فکر است، در منهجش، در منش دینیش، باورش به ما نزدیکه و مشکلی باش نداریم. بعدش آیا به مجرد اینکه خب این خوب شد، بچه دینداری، اعتقادش خوبه، 5 وقت نمازشو میخونه، روزشو میگیره و اهل خلاف نیست، چشاشو کنترل میکنه، خلاص دیگه در جا باید بله گفت؟ نه خیر. این اولین به اصطلاح موردی هست که پله اول رو طی کردیم، جالب بود. بعد از اون چی میاد؟ بعد از اون قضیه در مورد آقا پسرها خیلی به اصطلاح شسترفتتر هست تا دختر خانم‌ها. در دختر خانم‌ها اگه یادتون باشه ما چند مورد رو ذکر کردیم، حتی قضیه مثلا کمال، دید خانم‌ها از مورد کمال با دید آقایون فرق میکنه. مثلا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که در مورد خانم‌ها ذکر میکنن میفرمایند که کمالی که یک آقا پسر مد نظر داره، تون که حال مرأة لاربع، غالبا زن رو به خاطر 4 مورد انتخاب میکنن. یکیش زیباییش مورد است، نمیدونم حسل و حسب و نسبش یک موردی هست، مال و ثروت یک موردی هست که به اصطلاح اینا مد نظر هر انسانی هست، و دینداری. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم توصیه میکنن که دینداری رو بیشتر بها بدید. خب این 4 مورد مثلا از دید هر آقا پسر این 4 مورد که بود، این دختر یه دختر مناسب و ایدئالی هست. حالا دختر خانم ها این دید رو ندارن. دختر خانم ها دیدشون چی هست؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اذا اتاکم من ترضون خلقه و دینه، اگر کسی اومد یه خواستگاری دختر شما که شما از دیانتش و اخلاقش رضامندید، دیانت و اخلاقش رو برای فرزندتون مناسب میدونین، قبولش کنید. پس 2 مورد هست، یکی اخلاق، یکی دینداری. یعنی اینی که مجرد این که به اصطلاح گفت من به اصطلاح تنها این که مسلمونم قضیه حل نشد. بعد از اون پایبندی به این اسلام مهم هست. پایبندی به این اسلام به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک نوع ارزش هایی در این زندگی باید باشه. خب اخلاق، صداقت، وارستگی، شهامت، نمیدونم مردانگی، همه اینا
باید باشه، یک مرزبندی هایی باشه و یک ارزش هایی که قابل احترام باشه. مجرد ادعای این که طرف دیندار هست و مسلمان است کافی نیست. نه، ببین وقتی که طرف اومد پیش امام احمد گفت که من دخترم رو به کی بدم، گفت بهش به یک انسان با تقوا. یک انسان با تقوا چی میشه؟ میگه اگر دوستش داشت بهش میرسه، اکرامش میکنه، عزتش میکنه، جایگاهشو میشناسه، قدرشو میشناسه. اگر احیانا به اصطلاح عشق به وجود نیومده این خانواده، اون وقت بهش ظلم نخواهد کرد. پس ما وقتی میگیم یه پایبند بدین، پایبند بدینش رو هم باید خوب بشناسیم. یعنی الان یک قصه بیادم اومد که یاروی رفته بود دزدی یک ثروتمندی که این ثروتمند دختر داشت. خب رفته بود اونجا و یک چیزایی رو جمع کرده بود اینا، اومد دید که از کنار اتاق خواب پدر مادره داره رد میشه. این پدره میگفت که خانم ببین این دخترمون به اصطلاح وقت ازدواجش هست، الان من این همه ثروت، این همه دختر رو باید به یک انسان مناسبی بدم، نشه که به اصطلاح هم دخترم رو ببره هم مال و ثروت هم رو ببره، بعد از من به دخترم ظلم کنه. حالا چی کار کنم؟ گفت که یک انسان صالحی رو پیدا کن که هم دخترمون رو عزتش داشته باشه، اکرامش کنه، قدر شناس باشه و هم مالمون در راه خیر مصرف بشه. خب حالا من این صالح و انسان خوب رو چطور بشناسم؟ خب خیلی راحت، برو مسجد صبح زود، ببین اولین کسی که وارد مسجد میشه گول نخور، یکی رو از خونه انداختن بیرون، بذار 2-3 روز مرتب ببین که کیه که اول میاد. اول میاد. یا آقا دزده از پشت حرفو شنید، گفت ای بابا من چیه که من دزدیدم، خسته کردم خودم، بیاد دیگه کل زندگی رو بدزدم، همه رو به اصطلاح شطور رو با بارش ببر. بعد رفت و روز بعد اولین کسی بود که وارد مسجد میشه، اون هم منتظر دید ای جوون شیک پوشیده اومد وارد مسجد، نمازو بگی بک. روز بعد همین جوون اومد، روز سوم همین جوون اومد. پس گفت که این فرد مناسب هست. اومد سلام کرد بهش، زبون هم خودشو لوس کرد. بله ماشاءالله شما رو میبینم که اولین کسی که هستید که هر روز برای نماز میاد. گفت بله بله اختیار دارید دیگه، به هر حال ما ایم دیگه، اینیم که البته نماز تهجدم خوندم، نماز تهجد که من میخونم فوراً میام به اصطلاح مسجد و همیشه دیگه به هر حال باید انسان اینطور باشه. روز دوشنبه پنجشنبه هم از یادم که نمیره ها. گفته از نمازت خیلی خوشم اومد اما این روزت منو ترسون. من از نمازت پرسیده بودم، تو از روزت میگه این مرده که ریاکار. فهمید که به اصطلاح هر دینداری شایسته نیست، درسته، هر دینداری هم دینداری درست نیست. خب یه چیزی هست که اسمش هست دینداری، بینشی فرد از دین، یه چیزی هست که دین هست. ما دین رو میخوایم، اون دینی که عبارت هست از ارزش‌های درست، ارزش‌هایی که به اصطلاح در زندگی اون فرد هست. وقتی ما می‌بینیم طرف تو شکل و قیافه و عبادت و همش بهترین، اما می‌بینیم که مثلا در قضای اخلاقش، در امانتداریش، در صداقتش، در همه دارن ازش بد میگن، در داد و ستدش، اینه که ما این طرف رو باید خوب بشناسیم. و سه به اصطلاح افراد خیلی به ما کمک میکنن در شناخت فرد. یکی همسایه ها. همسایه ها به حال این طرف رو در خانواده و اطراف و این ور اون ور خوب میبینن. به هر حال هر چقدر خودش رو بسازه یه وقتی میبینی که چون تو حالت عادی زندگی بیشتر باش تعامل دارن، به هر حال انسان تصنع اون حالتی که نقش بازی نمیکنه دیگه، حالت شخصیت عادی خودشو داره، یه روز به روز میره. درسته. یکی دیگه اونایی که باش داد و ستد دارن، اگر معامله دارن، تو بازار هستن، تو محیط دانشگاه هستن، تو محیط مدرسه هستن، دوستا و اینایی که به اصطلاح باشون زیاد به اصطلاح داد و ستد داره، به حرف میزنه، معامله داره، نمیدونم وعده داره، فلان داره. ببینید ما الان در دنبال کی هستیم؟ مرد هستیم، نه دنیا رو مذکر گفتیم، حتی تو گربه ها هم زیاده. اما مردی که میگیم چی هست؟ من المؤمنین رجال. این رجال از مؤمنان مردایی هستند. این مردا مثل صفاتی دارن. صفاتشون چی هست؟ صدقوا ما عهد الله علیه، در عهد و پیمانی که میدن مردن. خب و یه مورد دیگه هم به اصطلاح اونایی که با این فرد بیرون از محیط
عادی زندگی رفتن، اونایی که باش سفر رفتن، این ور و اون ور، دوستای نزدیکش که باش سفر میرن، این ور و اون ور میرن، اینا خیلی از اخلاق، خیلی از منش هایی که به اصطلاح این فرد داره رو اونا میتونن بهش برسونن. صبرش، استقامتش، در مشکلات چطور برخورد میکنه، خودخواه هست یا نمیدونم خدوم هست، به دیگران خدمت میکنه، هوای دیگران رو داره یا نداره. همه اینا به ما کمک میکنه که ما بفهمیم که این فرد چقدر پایبند به دین است. حالا جناب دکتر تو همین بحث میزان پایبندی شخص به دین، خب هیچ گلی بیخار نیست. طبیعتاً هر شخصیتی با تمام کمالاتی که داره یک مقداری نقاط ضعفی هم در رفتار و برخورداش هست. طبیعتاً چه سطح، چه حدی باید باشه این اخلاقی که الان داریم ازش صحبت میکنیم، این مردانگی که داریم ازش صحبت میکنیم، آیا به این معناست که اگر ما یک نقطه ضعفی فقط دیدیم ردش کنیم، یا باید همه چیش باید 20 باشه، یا نه میشه مثلا بعضی جاها اگر 16 هم گرفت از 20 نمره 15 هم بهش دادیم میشه باش کنار اومد؟ چه مواردی رو نمیشه کوتاه اومد، حتما باید 20 باشه در بعد التزام، در بعد اخلاق، و چه مواردی رو میشه اغماس کرد، مثلا چشم پوشی کرد و حالا تا 14 15 هم تحملش کرد؟ ببین من همون ابتدا گفتم که وقتی ما اگر ام کلثوم رقیه داریم باید در پی عثمان باشیم. اما واقعا ظلمه که من به خدای نکرده که پسری دارم که مشکلش اخلاقی داره، پسر خوبی نیست یا دختر خوبی نیست، برم براش دنبال کی باشم؟ دنبال یک به اصطلاح همسر ایدئال. امکان نداره اولا من اون که طرف پیدا کنم، خیلی سخته که تو دام من بیفته، چون که اونم چشم داره، اونم میپرسه، اونم به اصطلاح اینا. اینه که من باید بسنجم. بعضی موارد هست که باش میشه کوتاه اومد، طرف عصبانی میشه، خب همه عصبانی میشن، یه وقتایی عصبانی میشه، یه وقتایی از کوره در میره فلان. به دخترم به پسرم میفهمونم که همچین موارد در زندگی پیش میان. خب نمیدونم یه مقداری تنبله، خب کمکش میکنم که این مثلا مسئله حل بشه. خواب‌آلوده، نمیدونم یه مسائلی هست که اصلا چون که من خودم این مشکلات رو دارم اصلا برام مطرح نیست، مهم نیست. اما یه مسائلی هست که نه، اونا دیگه مسائل جوهری هست. مثلا یه آقا پسری هست که اصلا با پدر مادرش مشکل داره. خب این اگر بیاد ملائکه باشه باید این رو قبولش نکنم. ببینید این کسی که اومد به شکل ملائکی، اما پشت سر من میدونم که این با پدر و مادرش مشکل داره، این با پدر و مادری که این رو بزرگ کردن، به اصطلاح جوونی خودشون رو فدای این فرد کردن، اینو ساختن، این همه اینها رو زد پشت گردن، پشت گوشش انداخت، براش هیچ اهمیتی نداره. اون وقت دختر من براش اهمیت خواهد داشت؟ یه مسائلی هست که دیگه این طرف مثلا نماز نمیخونه، بابا خدایی که این فرد رو آفرید و بهش امر کرد و گفت این نماز فرق ایمان و کفر تو هست، این نمازی که از مهمترین معیارهای سنجشی هست، تو این رو برای خداش هیچ ارزش، برای حکم خداش هیچ ارزشی قائل نشد، نه وفایی نه حتی اخلاقا. یعنی اگر این فرد یه مقدار احساس می‌داشت هرگز دیگه تو نمازش کوتاهی نمی‌کرد. وقتی در این مورد وقتی میگم که نه، این به هیچ عنوان باش کنار نمیام. پس این وقتی که به اصطلاح حق خدا رو زیر پاش میذاره، اون وقت حق دختر من رو به جا میاره. مسائل این چنینی که به اصطلاح شیرازه اون فرد رو میرزه بیرون، اون فرد رو برای من عریان میکنه که این فرد ارزش شناس نیست. خب این دیگه نباید روی تو اینا ریسک کرد. بعضی میگن جناب دکتر مثلا همین به موضوع نماز رو طرف میگه حالا نمازش اگه نخونه چند وقت یک دفعه بخونه یا نخونه، حالا درسته که باید با این تعبیر میگن بچه خوبیه، همه چیزش خوبه، خوش اخلاقه، کارشو انجام میده، رابطهش خوبه، دست خیر داره، به اینو کمک میکنه، حالا نماز نمیخونه، حالا مثلا روز رمضان رو یکی دو روز میگیره. حالا اینا رو، این نظرتون راجع به این تفکر چیه که اینطوری نگاه کردن؟ میگن حالا اون نمازش حالا برای خودشه، به دختر من ضربه نمیزنه، روزش برای خودشه، به دختر من ضربه نمیزنه، یا قرآن میخونه نمیخونه، حالا این که اعتقاد داره یا نداره این برای خودشه.
چه ضربه به دختر من میزنه؟ این آدم خوبی، اخلاقش خوب بوده، با رفیقاش خوبه، مثلا وقتی که با دوستاش میره بیرون خرج میکنه، هر وقت سفر میرن مادر خرج سفر همیشه اینه، نمیذاره بقیه دست تو خرج بکنن، دو سه تا دوست داره و هم پاتوقشن، همیشه این برنامه با میرن، کلی از اخلاقش تعریف کردن، خیلی مرده، مدافع ناموس محله است و امثال این. آیا این طرز تفکر رو میپسندید؟ میتونه این باز هم کمکی بکنه به بحث زندگی مشترک؟ این به هیچ عنوان میگم در این مواردی که به اصطلاح این ارزش ها هست، ارزش های مثل نماز، مثل روزه، یعنی اینهایی که ارکان دین هست، اینهایی که مسائل دیگه در به اصطلاح در زیرزمینه اینا تعریف میشه. اون ارکان اسلام وقتی میگیم یعنی اسلام بر این 5 رکن گذاشته شده. بعد از اون چی هست؟ بعد از اون خود اسلام هست. خود اسلام چی هست؟ وفا به عهد هست، صله رحم هست، به اصطلاح شهامت هست، مردانگی هست، شجاعت هست، وفای به عهد هست، صداقت هست، غیرت هست. همه اینا روی این ارکان بنا میشه. حالا طرف میاد اینجا رو میگه که من یه مقداری کنار میام. اگر اینجا کنار اومدی باید فرداش وقتی دزدی کرد هم کنار بیایی، فرداش وقتی که رشوه گرفت باید کنار بیایی، فردا وقتی که رفت آدم کشت باید کنار بیایی، فردا یعنی اینی که شما الان یک به اصطلاح اومدید گفتید که ارزش هایی که به اصطلاح بنای اصلی زندگی روی اونها گذاشته میشه واسه من کم رنگه، من باشه کنار میام. اون وقت میگه فرداش حق نداری بهش بگی که چرا رشوه خوردی، حق نداری بهش بگی که چرا دزدی میکنی. این داره حق خدا رو میدزده، چیزی بهش نگفتی، قبول کردی. پس الان دیگه اینجاست که در این مسائل پایبندی بدین، این نباید ریسک کرد که ریسکش بهای بدی داره، انعکاسش تو زندگی هست. وقتی میگیم به اصطلاح نماز واسه چی هست؟ وقتی روزه میگیم روزه واسه چی هست؟ وقتی خدا خودشون میفرمان لعلکم تتقون که این یک راهکار است برای به اصطلاح مهمترین راهکار است برای به اصطلاح ایجاد تقوا. خب این تقوا وقتی به وجود نیومد تو چطور فردا بهش میگی که از خدا بترس، بچه‌م ظلم نکن، از خدا بترس، نوام رو ضایع نکن، این حقو دیگه نداری فرداش. خب اینه که در این مسائل نباید هیچ ریسک کرد. این مسائل باید شفاف قبل از ازدواج مطرح بشه، دیده بشه، خوب شناخت داشته باشیم از فرد، بپرسیم از اطرافیان، از همه به اصطلاح کانالایی که امکان داره و این رو به اصطلاح روشن کنیم. بعد از اون بله روی موردی که خیلی مورد توجه قرار میگیره در خواستگاری آقایون، وقتی هر مردی میره برای خواستگاری، چیزی که خیلی به هر حال پررنگه و زیاد روش حساب میکنن و داغش میکنن، موضوع بحث اقتصادی است و بحث جیب آقا داماد و ماشین مدل ماشینش و خونش و کجا زندگی میکنه. و خیلی از موارد پیش اومده که داماد تمام آنچه که تا الان گفتیم از بحث اسلام و التزامش به دین و اخلاق گزینه مناسبی است، فقط تنها مشکلی که داره جیبش خالیه، تنها مشکلی که داره احیانا کار نداره فعلا، و یا اینکه کاری که داره به هر حال دخلش به اندازه خرجشه، یعنی کفاف نمیکنه، پس انداز آنچنانی نداره، خونه از خودش نداره، ماشین نداره. این مورد رو نظرتون چیه؟ تا چه حدی باید بحث مادی و مالی رو مد نظر قرار بدن خانواده عروس و به هر حال دختری که خواستگار براش اومده، و تا چه حدی یعنی بیشتر از اون دیگه حساسیت ایجاد کردن دیگه ظلم به داماد حساب میشه؟ ببینید قضیه مبحث اقتصادی واقعا تو زندگی مهم هست. اولین موردی که به اصطلاح ویژگی مرد در خانه قضیه قوامه هست، یعنی که مسئولیت اقتصادی خانواده با مرد هست. درست. حالا این آقا پسری که اومده به اصطلاح خواستگاری میتونه به اصطلاح خودش رو بچرخونه، با همون گلیمشو از آب بکشه. این رو باید ردش نکرد اگر موارد دیگه درست هست. ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن به جوانها که یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج،
اونی که توان ازدواج داره. خب یعنی چی توان ازدواج؟ یعنی یک کفاف زندگی رو داره، به خورنمیری داره، اون ازدواج کنه. الان مشکل جامعه ما چی هست؟ مشکل این نیست که فقره، مشکل اینه که این جوون فقیر ما چشش به ملکه الیزابته. جوون ما میگرده تو کدوم خانواده به اصطلاح پولدارتر میخواد از اونجا دختر بگیره. خب اونا هم دیگه میبینن که این به اصطلاح در همتراز به اصطلاح خانواده اونا نیست. اینه که هم جوونه میناله و کل زندگیش تلاش میکنه که به اصطلاح پول در بیاره فلان بیاره. خب در همین جوونی که به اصطلاح خرجش به اصطلاح درآمدش 1000 هست، همین خانواده، همین اطرافیان، همین جامعه پدری هست که با همین درآمد 1000 یه خانواده 5 نفره رو میچرخونه. اگر این تو اون خانواده بره، در اون خانواده رو بره، در اونجا به چشم یه آدم پولدار نگاه میکنن. مشکل اینجاست که نه، طرف به اصطلاح درآمدش 1000 هست، دنبال یه کسی خانواده ای میره که اونا به اصطلاح میلیاردی فکر میکنن. خب جناب دکتر بعضی وقتا هست باز فردی میره مثلا جایی که اونقدر هم درآمد صورت لحاظ اقتصادی در یک رفاه باشن دو طرف، اما مخارج به هر حال اون چیزی که الان نمیدونم تالار عروسی هست و عقد هست و شب ازدواج هست و خونه و هست و جهاز هست، مخارج خیلی سنگین میشه، اون موقع بالا میبرن. ببینید قضیه یک موردی هست که در قضای علم نفس ما این رو مطرح میکنیم در روانشناسی، اینه که به اصطلاح انسان دنبال اکمال کامل کردن نواقص خودش هست. افرادی که احساس به فقر دارن، خب اینا سعی میکنن همیشه این فقر خودشون رو با یک اهرم دیگه جبران کنن. طرف جوون فقیر هست، میخواد که به اصطلاح یه دختر پولدار بگیره. خانواده دختر فقیرند، آرزو دارن که یک جوون پولدار بیاد که این فقر به این صورت به اصطلاح جبران بشه. در مسائل نفسی هم همینطور، یک کسی که به اصطلاح بخیل هست میخواد که به اصطلاح شوهر سخاوتمندی گیرش بیاد که این نقصی که توش هست یه نوعی جبران بشه. این مسائل رو باید ما مد نظر داشته باشیم که در به این شیوه اگر فکر کنیم خیلی تو هچل میافتیم. به این معنا که طرف میاد خواستگاری، خب ما میدونیم نه بار فامیلی ما این رو تحمل میکنه، خانواده ما، نه اون طرف، اما میخوایم که یه خودی نشون بدیم. خب این خودی نشون بدیم به حساب کی میشه؟ به حساب این دوتا زوج. این دوتا زوج جوونی که باید الان ما کمکشون کنیم، ما میخوایم که به اصطلاح روی اینا یه باری بذاریم که فقط مردم بگن که فلانی دخترش رو یا پسرش رو در فلان تالار ازدواج داد، فلان شخصیت ها و فلان افراد رو دعوت کرده بود، تو میهمانیش فلان چیزا رو به خورد مردم داد. خب این یک حماقتی هست که متاسفانه خیلی ها مرتکبش میشن و سالها هم هزینه پس میدن. طرف ازدواج میکنه، بعد شب ازدواجش بعدش صبح زودش یک به اصطلاح دفترچه از قرض و قرضه ها براش میارن که باید پرداخت کنه. این الان چطور به این همسرش، با این همسرش چطور به اصطلاح میتونه سعادتمند باشه، چطور میتونه محبت کنه؟ وقتی این همسر رو میبینه فوراً یاد اون قرضا و برسا قرضدارا میفته که فردا به اصطلاح جلوی مردم آبروریزی میکنن، براش به اصطلاح قرضش رو میخوان. این در قضایای ازدواج ما هرچه ساده تر باشیم، اولا واسه خودمون بهتره، ثانیاً برکت خداوند شامل حال ما میشیم. خب وقتی پیامبر خدا به ما میفرمایند که مثلا در قضیه مهریه اون خانومی که اقلهن اکثرهن برکتا اقلهن معونه، اون کسی که به اصطلاح برکتش بیشتره اون خانومیه که مخارج و هزینه‌ای که در ازدواج شده کمتره. خب این مسائل رو ما مد نظر نمیگیریم، چشم هم چشمی میکنیم، تو این مشکلات میفتیم. در قضیه به اصطلاح الان، به خصوص الان وقتی اگر یک داماد مناسب پیدا کردید، باید ببینید این فرد رو کی هست، این تازه میخواد چرخ زندگی رو بچرخونه. خب ما دیگه نیاییم نه دختره بیاد این رو با باباش قیاس کنه که به اصطلاح 50 سال جمع کرده و زندگی گذرونده، و نه به اصطلاح اطرافیان و اینا به اصطلاح این انتظارات رو داشته باشن. بابای من نمیدونم قصر داشته، بابای تو وقتی ازدواج کرد یه خیمه هم نداشت.
خب بس ما چیکار کنیم؟ بیاییم همه، هم خانواده پسر هم خانواده دختر، همه هر کسی به اندازه توانش کمک کنیم تا این کلبه ساخته بشه، تا این دوتا به اصطلاح جوون ازدواج کنن. اونی که فقیر باشه، هر چقدر فقیر باشه. زیبا اینجاست که یکی از مواردی که باعث میشه خداوند روزی رو، دروازه های روزی رو برای فرد بگشایه، ازدواج هست. وقتی کسی میاد فقیره میگه که من چه کار کنم، ما میگیم برو ازدواج کن. این یکون فقرا یغنیهم الله من فضله. ام المؤمنین عایشه صدیقه میفرمود که من تعجب میکنم از اون کسی که سوره نور رو میخونه، این آیه وعده الهی رو میخونه که اگر اونها فقیر باشن، نادار باشند، خداوند متعال از فضل، دروازه فضل و کرمش اونها رو سخاوتمند میکنه. این رو دارن میخونن، وعده الهی رو میبینن، باز هم ازدواج نمیکنن. بیشتر از این اون جوانی که فقیره میخواد ازدواج کنه، نداره، میره قرض میگیره، این کسی که میره قرض میگیره فقط به خاطر حفظ خودش، به خاطر ازدواج، به خاطر مثلا ایمانش، حفظ ایمان خودش، اکمال ایمان خودش، این هم خداوند ضمانت کرده که قرض این رو پرداخت. از جمله افرادی که خداوند قرضشون رو به ضمانت کرده که پرداخت کنه، کمکشون کنه، این افراد هستن. پس وقتی که خداوند این رو کمک میکنه، این یک وعده الهی است. این وعده الهی است. فقراء یغنیهم الله من فضله. اگه دو نفری که میخوان ازدواج بکنن فقیر باشن، الله تعالی از فضلش این دو تا رو بی‌نیاز میکنه. وقتی که خداوند اینها رو بی‌نیاز میکنه از فضل، من چرا فضل الهی نباشم؟ چرا من دایی، من عمو، من همسایه، من نمیدونم اهل محله، این فضل الهی من نباشم؟ که من برم ببینم این جوون چرا ازدواج نمی‌کنی؟ عمو جان ببخشید دیگه زندگی است، دستمون نمیرسه، ان شاءالله دست بارمون یکم بهتر باشه، فلان جایی در نظر داری، یه جایی در نظر دارم اما فعلا بسیار روم نمیشه. خب بیاد این بره بابا، مخارج زندگی چی میشه بابا؟ یک چیز ساده سوده ای میگیریم، یک ازدواج ساده سوده ای تو به اصطلاح خونه ما باشه، حالا تو مسجد باشه، تو یه چیز ساده. خب این فرهنگ زندگی ساده رو هرچی ما بیشتر رشد بدیم، هم خودمون راحت میشیم، هم بچه‌هامون راحت میشن، هم زندگی زیباتر میشه. خیلی ممنونم جناب دکتر. اجازه بدید چند دقیقه که باقی مونده به سوال‌های بینندگان هم بپردازیم. بیننده خواهری فرمودن که سلام علیکم. علیکم السلام. من میخوام بدونم با یک مرد خیانتکار باید چیکار کرد؟ کسی که خیانت میکنه به خانمش. ببینید این خانم اولا این یک اتهام بسیار بدی هست که متاسفانه خیلی وقتا این اتهام رو خواهران همینطور جزافاً به افراد میزنن. قضیه خیانت چه از طرف آقا باشه چه از طرف خانم به اتهام طرف مقابل، این یک اتهام بسیار بسیار ناروایی است، گناه بسیار بزرگی است و پیش خداوند متعال دیگه سوره نور اصلا تازیانه است برای همچنین افرادی که بیان به کسی اتهام بزنند. اتهام زدن در قضیه خیانت یک اتهامی است که شما باید اون رو با چشم خودت دیده باشی و فلان باشی. اینی که نمیدونم عکسی توی جیبش دیدم، اینی که شماره تلفنی دیدم، اینی که فلان، اینا هزار تا به اصطلاح مورد میتونه باشه. هیچ کدوم نمیتونه دلیل به اصطلاح قاطع باشه. یک. دوم اینی که شما هیچ یک حق نداره که دنبال این دلیل باشه بره جاسوسی بکنه. جاسوسی که از گناهان کبیره است، تجسس بکنه فلان بکنه. سوم اینی که به اصطلاح الا اومد و به اصطلاح این مسائلی که به اصطلاح قضیه اتهام یا شک در شوهر یا خانم اگر بود، اینها رو به هر صورتی که مونده یا خودشون رو قانع کنن که اشتباه میکنن، یا اگر نمیتونن این رو شفافاً مطرح کنن، چون که این شک زندگی رو داغون میکنه. خب راه رو برای مسائل دیگه باز میکنه که به اصطلاح هنجارهای اجتماعی خیلی بحرانهای بدتر از این هست. اینه که این رو شفاف مطرح کنن و در نهایت تصمیم خودشون رو بگیرن که یا با هم زندگی میکنن یا از هم جدا میشن. اما به این صورت با شک نمیشه ساخت. اینه که خانم ها ببینید، تا وقتی که خانمی میگه که شوهرم به من خیانت میکنه و به روی خودش نمیاره، من به این خانم میگم اولا شما اشتباه میکنید،
قاعدتاً. حالا اومدیم گفتن که درست است. ثانیاً همینی که به روی خودش نمیاره چی مثلا ممانعتی هست که به روی خودش بیاره؟ پس اینی که تو رو دوست داره، تو رو میخواد، نمیخواد زندگیشو به هم بریزه، واسه همین این خیانتی که میکنه خودش پشیمون هست، به اصطلاح تو یک به اصطلاح مشکلی افتاده. الان اگر واقعا شما همسری هستید که زندگی میخواید شوهرت رو میخوای، باید در راه حلی باشی برای درمانش. این یه بیمار هست، یه بیماری اخلاقی داره، این رو باید به اصطلاح درمانش کنی. ببینید اون چیزی که باعث میشه که لغزش پیدا کنه یک نوع گرسنگی است، یک نوع نیاز هست. این نیازش رو به اصطلاح پر کن، این گرسنگیش رو اشباعش کن، نذارش که به اصطلاح نایی برای به اصطلاح خیانت داشته باشه. بیننده دیگری فرمودن که سلام خدمت شما عزیزان و علیکم السلام. برام دعا کنید که اشتباهی کردم تو زندگیم و ندانسته حالا هم خیلی پشیمونم و توبه کردم. روزی چند صفحه قرآن میخونم، همش توبه میکنم. خانمم میخواد ازم جدا بشه. دعا کنید که زندگیم خراب نشه و من خانمم رو خیلی دوست دارم، یک بچه هم دارم که تو راهه و باز هم فرمودن که دعا کنید که ازم جدا نشه و بچه‌م بدون مادر و پدرش یعنی جدا شدنشون نبینه و کسی رو هم ندارم و راهنمایی بکنید که من چیکار میتونم بکنم الان تو این وضعیت و 2 ماهه که خانمم هم ندیدم، ظاهرا ایشون قهر کرده و رفت و بر نمی‌گرده. ببینید شما اشتباه رو شما کردید، توبه کردید، این حقی است که در بین شما و خدایت هست و خداوند توبه شما رو حتما میپذیره. وقتی که اشتباه کردی، پشیمون هستی و الان داری به اصطلاح اقرار هم میکنی، اما در عین حالی که به اصطلاح به خدا در حق خدا دی خیانتی کردی و الان پشیمون هستید و به اصطلاح به توبت ان شاء الله میرسی، در حق همسرت هم یه خیانت کردی. الان همونطور که خدات رو به دست میاری، همسرت رو هم به دست بیار. خوبی کن، اشتباهات رو بهش برسون. خانم ها در پی زندگی هستن، در پی به هم پاشیدن زندگی نیستن، اما مرد میخوان. شما بیا ثابت کن که مرد میدان هستی و اشتباه کردی و دلش رو به هر صورتی که شده به دست بیار. در این موارد زمان خودش یه جزئی از حل هست. یعنی صبر کن، دست بردار نشو و پیله کن. چطور؟ با رابطه برقرار کردن، با رفت و آمد به خونه واده اونا، با تلفن و حال گرفتن ازشون و از این حرفا، با نشون دادن که واقعا مرد زندگی هستی، از بچت پرسیدن، از به هر حال مادر پدر اون خانم مادر پدر تو هستن، جویای حالشون شدن، از اون خانواده حال گرفتن و اینا. به این صورت به اون خانواده و به اون فرد برسون که واقعا پشیمون هستی و به اصطلاح اونا رو به دست بیار. و این ماه اول 2 ماه چیزی نیست، 3-4 ماه 6 ماه هم صبر کن، ان شاءالله بعد از 6 ماه همه چیز حل میشه ان شاءالله. با امید الله متعال تشکر میکنم جناب دکتر از صحبت گرانبهای شما. اگر صحبت دیگری با بینندگان دارید در 1 دقیقه، کمتر از 1 دقیقه. من فقط از همه بینندگان سپاس دارم که به اصطلاح ما رو همراهی کردن در این برنامه و امید هست که ان شاءالله این مفاهیمی رو که مطرح میکنیم اینا رو پاس بدن به اونهایی که نشنیدن، که به هر حال هممون دست در دست هم سعی کنیم که گره‌هایی که در جامعه هست رو حل کنیم و همه عزیزانی که به اصطلاح مشکلاتی دارند، ما یک سلسله برنامه‌ای به اصطلاح سفره دل کلاً یه برنامه‌هایی بود که به هر حال یک آکادمی هست برای حل مشکلات خانواده ها. در هر موردی که هستن برن سرچ کنن تو یوتیوب، همین موضوعات رو انشالله خواهند دید و راهکارهایی که ما پیش تقدیم کردیم اونا رو پیشه راه خودشون کنن و دیگران هم برسونن. ممنونشون همیشه. امیدوارم تشکر میکنم جناب دکتر. خیلی لطف. همچنین از همه شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردین تشکر خاص دارم و همچنین تشکر ویژه از احمد جان و منیر و فرید احمد عزیز که در بخش کنترل زحمت میکشن. در پایین از الله متعال برای گذشتگانمون بخشش، رحمت و مغفرت و برای خودمون تا آخرین لحظه حیات استقامت بر مسیر توحید رو خواهانیم و همه شما خوبان عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله رو نگهدار شما. جزاکم الله خیر. شکر الله لکم.